امروز 24 مرداد ماه 1404 تست فراوری ثقلی با میز لرزان شرکت ماهور صنعت. تست مربوط به کانسنگ پلیمتال معدن حجیب شرکت میکروپودر هست. این رنگین کمان زیبایی که میبینید کانی های سنگین اکسید و سولفید روی و سرب و مقدار کمی بارید هست که تو بخش کنسانتره با عیار خیلی خوب داره جدا میشه. بخش میانه و بخش کانی های سبک باطله که داره از ابتدای میز جدا سازی میشه. امروز 24 مرداد ماه 1404 تست فراوری ثقلی با میز لرزان شرکت ماهور صنعت. تست مربوط به کانسنگ پلیمتال معدن حجیب شرکت میکروپودر هست. این رنگین کمان زیبایی که میبینید کانی های سنگین اکسید و سولفید روی و سرب و مقدار کمی بارید هست که تو بخش کنسانتره با عیار خیلی خوب داره جدا میشه. بخش میانه و بخش کانی های سبک باطله که داره از ابتدای میز جدا سازی میشه.